شما میگویید که مقلد نیستید، اما در موضوع ریش از امام شافعی تقلید کردید که در این مورد پاسخ بدید. من ویدیو شما رو دیدم، در مورد اندازه ریش میگید یک قبض سنت است. ببینید برادر عزیز گرامی، یک موضوعی است که من در هیچ جایی نگفتم که مقلد نیستم. این کسی باش گفتگو داشتیم، جاوید حنفی، به خاطر نمیدونم برنامه‌های شخصی خودشون اومد یک تهمتی رو به من زد که من میگم تقلید حرام است. حاشا و کلا، نگفتم تقلید حرام است، هرگز نگفتم. این اعتقاد من نیست که تقلید حرام است. نگفتم من مقلد نیستم، حاشا و کلا که من گفته باشم من مقلد نیستم. مشکل ما در این است که تعصب در تقلید جایز نیست. به این معنی که من یک مطلبی رو در مذهب شافعی دیدم که به سنت پیامبر نزدیکتر است، از اون مطابقت میکنم. مطلب دیگری رو دیدم که در مذهب حنفی به سنت پیامبر نزدیکتر است، دلیل قوی تر است، از اون مطابقت میکنم. این روش خود این ائمه بزرگوار بوده. خود شاگردان امام ابو حنیفه، امام محمد، امام ابو یوسف، اینا هیچ، امام محمد شیبانی مثلا، اینا با 80% از آرای استادشون که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشه مخالف بودن. فتاواشون معروف است در داخل مذهب. حالا چی میگن در داخل مذهب. ببین چیز در داخل مذهب و خارج مذهب نبوده. اصلا مذهب امام محمد شیبانی با مذهب امام حنیفه فرق میکنه. اما چون در یک مدرسه بودن، به همین دلیل همه به اسم مذهب حنفی ثبت شد، در حالی که با آرای استادشون مخالف بودن در خیلی از مسائل. شاگردان امام ابو حنیفه با امام شافعی و با امام احمد ابن حنبل و با امام مالک هم نظر بودن و این به این معنی نیست که اینا مقلد نه. به اصطلاح اگر کسی رفت تعصب در یک مذهب نداشت مقلد نیست. برای عوام الناس راهی جز تقلید وجود ندارد، نه اینکه تعصب در تقلید باشد. یعنی شما مثلا امروز بری به یک عوام الناس بگی برادر عزیز این عملی که تو انجام میدهی امام ابو حنیفه نگفته، امام مالک نگفته، امام شافعی، امام احمد نگفته، رسول الله نگفته. میگه نه این در مذهب حنفی است. تو از کجا فهمیدی که در مذهب حنفی؟ چون مولوی فلان فلان اینو گفته، چون که اون حنفی است. بسیاری از اعمالی که امروز به نام امام اعظم به نام مذهب حنفی انجام داده میشه، نه افعال امام ابو حنیفه است، نه افعال امام محمد شیبانی است، نه افعال امام ابو یوسف است، بلکه افعال کسانی است یا فتاوای کسانی است که شاید صدها سال بعد از آنها آمدند. اما چون در یک مدرسه بوده به نام مذهب حنفی ثبت شده. تعصب، ما مخالف تعصب هستیم. آنچه که علما گفتن که چیزی که به سنت برابر هست، گفتم لحظات پیشم، هرچه بیشتر بهتر، هرچه بیشتر، چون پیامبر میگه احف اللحیه ارخ اللحیه اترک اللحیه. یعنی چی؟ دراز بگذارید، بلندتر بگذارید، رها کنید ریشتون رو. همه اینا نشان دهنده این است که از یک قبضه هرچه بیشتر بهتر. و آنچه که فهم علما بوده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و من اولین بار از شما میشنوم که این تقلید از مذهب شافعی است. من مقلد متعصب هیچ مذهبی نیستم. مقلد متعصب هیچ مذهب نیستم و این وظیفه همه مسلمان هاست که اینطوری باشن. تعصب در یک مذهب این عمل حرام است، جایز نیست. تعصب فقط به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، به قول الله سبحانه و تعالی. وقتی کسی برای شما حدیث صحیح پیامبر رو بیان می کند و شما میگید که نه در مذهب ما اینطوری است، این از تعصب حرام، این تعصب باطل است. چون امام مذاهب، ائمه مذاهب هیچ کدام پیامبر نبودن، حرفشان وحی نیست، معصوم نبودن، شاید اشتباه کرده باشن و این وارد است. به خاطر همین قضیه تعصب است برادر عزیز، تقلید نیست.